الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین. استعیذ بالله ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی بدر تمام، اللهم صل علی نور ظلام، اللهم صل علی مفتاح دار السلام، اللهم صل علی شفیع فی جمیع الانام. السلام علیکم بینندگان محترم. ما در صحبت آنلاینی یوتیوبی مرکز اسلامی قرار داریم و موضوعی که امروز ما اختیار کردیم نیکویی کردن به والدین است. البته شاید این موضوع بعضی ها رو خسته هم کرده باشد، چون که در این باره صحبت بسیار می شود. نباید نگفته نماند که بد اخلاقی هم بسیار اوج گرفته است. بسیاری جوانانی هست که به قدر پدر و مادر خود نمی رسند. البته نیکویی کردن برای فرد مسلمان یا برای فرزند مسلمان محصور فقط به پدر و مادر نیست. یعنی هر یک فرد مومن مسلمان باید نیکوکار باشد، هم برای خود و هم برای جامعه خود و هم برای محیط خود و خاصتا برای والدین خود. و این عادت مردم ما است و این معمولش و مشروع است. هر یک نفری که پدر و مادری او در قید حیات است، خواه ناخواه احترام آنها را به جا می‌آورد و این وظیفه انسانی و وظیفه مسلمانی هر یک فرد است. دین مبین اسلام تنها نیکویی کردن را به پدر و مادر توصیه نمی‌کند، بلکه به عامه، حتی نسبت همسایه. ما ببینیم که در یک حدیثی که حدیث متفق علیه است، با روایت حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. قیل من یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ قال الذی لا یأمن جاره بوائقه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم با وجود بزرگ بودنشان، با وجود اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در همین حدیث مبارکشان 3 مرتبه تاکید کردند، یعنی تاکیدات به خاطر جدیت است. 3 بار گفتن قسم به خدا، قسم به خدا، قسم به خدا. اصحاب کرام از پیامبر علیه السلام پرسیدند که برای کی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ گفتند برای نفری که ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد، قسم به خدا ایمان ندارد. گفتند کی؟ گفتند کسی که همسایه او از شر او ایمن نباشد. یعنی در این حدیث پیامبر علیه السلام رو ببینیم، پیامبر ما تاکید کردند همسایه. گفتند این همسایگی خاصیت عمومی دارد، یعنی نه بسه که همسایه خود مسلمان است یا غیر مسلمان است یا دوستی تو است یا دشمنی تو است، باید که نسبت او زیان و ضرری نرسانی. حتی دزدی کردن از خانه همسایه این هم گناه بزرگ است. و در حدیث های دیگر آمده است که از عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که یک گوسفندی را ذبح کردند، پرسان شدند که آیا یک همسایه‌ای که غیر مسلمان یعنی یهودی داشتن، تاکید کردند که با او هم چیزی فرستادید، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن به اندازه مرا جبرائیل علیه السلام تاکید کردند که خیال کردم که همسایه از همسایه میراث میبرد. اکنون نگفتن نماند که انسان پیش از آن که پدر می شود یا مادر می شود چند مرحله رو طی میکند. یعنی اول ابتدا از عنوان خردسالی یا به اصطلاح فعلی از کودکی. البته یک چیز رو من رو بسیار در حیرت میارد، حیران هم میمونم و جواب این را نمیابم. یعنی کودک، اصلا خودی کلمه کودک این لفظ ترکی است و با ترجمه زبان فارسی تاجیکی بسیار یک معنای قبیح و شنیع دارد.
اما متاسفانه در تمام ادبیات ها استفاده می شود این واژه یا که این اصطلاح. یعنی تربیه کودک خودش دو مقام دارد، مقامی پیش از بلوغ دارد و مقامی بعد از بلوغ. مقامی پیش از بلوغ انسان دو منزل دارد، یکی منزل که کودک عاقل است یا اینکه غیر عاقل است. به هر حال با وجود عاقل بودن یا که اگر غیر عاقل هم باشد، وقتی که مال داشته باشد، سرمایه داشته باشد، به اندازه‌ای که هر سال در کشور عزیزمون یعنی نصاب زکات در ماه مبارک رمضان معین مشخص می‌گردد، به اون اندازه اگر سرمایه داشته باشد، اگر برای اون کودک از مالش نصاب زکات وجود ندارد، اما صدقه فطر در کل روایات و قربانی کردن در یک روایات، اگر رفت اون کودک نابالغ اگر عاقل باشد زمین عشری داشته باشد، اگر از زمین خودش عشر ادا میکند، اگر رفت تو زمین مشقت و زحمت آبیاری کردن داشته باشد، دیگر مشکلات هایی که در خواجگی داری وجود دارد باشد، اگر نصف عشر یعنی 10 نه از 21 ادا میکند و اگر زمین خراجی داشته باشد و زمینش صلاحیت کشتکار داشته باشد، خراج برای وجود می شود. این چنین در معونت و افرادی که وجود داشته باشند، یعنی نفقه آنها بر ذمه آن واجب است. غیر از این 5 واجب مالی دیگر یگان گونه عبادات به اتفاق بالای آن کودک وجود ندارد. اما نزد ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه، یعنی شخصیتی است که در باب عقاید ابو منصور ماتوریدی یکی از استادان دانشکده استاد عبدالواحد قریب هر هفته یا که هر ماه در این باره سخن میگن و مردم را از عقاید او با خبر میکنند و میفهمانند. میگویند که اگر کودک عاقل باشد، اگر نفس ایمان هست و بعد از بلوغ یعنی باز عبادت هایی است که بالای انسان حلول میکند، اما در حالت کودکی در ایام خردسالی ولی سرپرست کودک باید کودک خود را از کارهای منکرات و از کارهای معاصی باید دور بدارد و دائم تاکید کرده بایستد. و البته که به بلاغت میرسد کودک و بعد بلوغ بر بالای اون ایمان فرض است و فریضه هایی که توابع ایمان و فروعات ایمانند به دور نوعا بعضی هستند که فرض های دائمی هستند که باید عمل کرده شود، اجرا کرده شود، از قبیل اجتناب یعنی دور بودن از کفر و از نفاق و از ردت و از معصیت و از عمل های بد و عمل کردن به کارهای نیک، یعنی فرض دائمی است از قبیل اخلاص و محبت به الله سبحانه و تعالی. و بعدی به بلاغت رسیدن اولین چیزی که برای اون هست ایمان فرض است و فکر کردن پیش از آن، یعنی انسان وقتی که فکر میکنه در ملکوت که آسمان و زمین، آسمان فکر میکنه، زمین رو فکر میکنه، از این معرفتی الله سبحانه و تعالی یعنی پیدا می شود، در وجود او احساس می شود. و اخلاق نیک هم فرض دائمی است و در برابر این فرض های موقتی هستند از قبیل صلات است، زکات است، حج است، یعنی اینا فرض های موقتی هستند تا زمانی که انسان در قید حیات است باید اینها را انجام بدهد. و فرد بنده مومن وقتی که به سن بلاغت میرسد و این فرض واجب و سنت مستحب را وقتی که ادا میکند یا انجام میدهد، در زمره استعیذ ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات میگردد. یعنی مفسرین عمل صالحات را همین ادا کردن فرض واجب و سنت و مستحب گفتند. این وظیفه هر یک فرد مومن مسلمان است. و در باب اخلاق های نیک باشد، اگر در حدیث های فراوان از پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. در یک حدیثی که از ابی امامه باهلی رضی الله تعالی عنه روایت می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که خب
از ابی امامه باهلی رضی الله تعالی عنه فرمودند که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المیراء و ببیت فی وسط الجنة لمن ترک الکذب و این کان مازحا و ببیت فی اعلی جنة لمن حسن خلقه. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو امامه باهلی رضی الله تعالی عنه میگوید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند من ضامنم یعنی در اطراف خانه های جنت برای کسی که ترک میکند میرا، یعنی مجادله را و این کنه محقا، یعنی مجادله مناظره کردن در یک کاری که اگر چند حق باشد وقتی که میبیند طرف مقابل قبول ندارد با او مجادله کردن نفع ندارد ترک همین میکند و چونی شخص را پیامبر علیه السلام گفتند که من برای او ضامن جنت هستم. اشاره به این است که خود انسان ها هم همچنین که مشهور و معلوم است بعضی گروه انسانی هست که بعضی مسائل را نمیفهمند، وقتی که اونها را فهمانده می شود اونها با خوشی قبول میکنند. بعضی انسان هایی هستند که فهمیدن نمیخواهند، وقتی که انسان فهمیدن نخواهد با او فهماندن بسیار کاری دشوار است. و در دوام حدیث پیامبر را متاکد کردند که با خانه در وسط جنت من ضامن هستم برای کسی که ترک دروغ میکند، یعنی حتی با شوخی هم دروغ نمیگوید. یعنی نفری که حتی با شوخی دروغ نمیگوید پیامبر علیه السلام گفتند من ضامنم که برای او در مابین جنت یعنی خانه برای من ضامن هستم. و اینچین در اعلی بلندترین بالای جنت من ضامنم و خانه برای کسی که اخلاق نیکو داشته باشد، یعنی اخلاق نیکو جمع کننده تمام فضیلت ها هست. و در حدیث دیگه که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کردن و حدیث متفق علیه است که میفرمایند پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ان الله رفیق یحب الرفق فی الامر کله، یعنی خداوند دیمنان مهربان است و مهربانی رو در تمام امور دوست می‌دارد. حتی ببینید یکی از کارهای نیکوکاری مهربانی فردی مسلمان است، یعنی خود دختر باشد، خود پسر باشد، خود مرد باشد، خود سالخورده باشد، یعنی باید نسبت همدیگر جنس خودش اون مهربان باشد و مهربانه عمل کند. و در حدیث دیگری که درباره اخلاق نیکو از حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اشج عبدالقیس گفتند که این فیک خصلتین یحبهم الله الحلم والانات. یعنی از عبدالله ابن عباس که شاه مفسرین است پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند برای اشج که در تو دو خصلتی هست که هر همین خصلت را الله سبحانه و تعالی دوست می‌دارد، یعنی به این خصلت ها راضی هستند. یکی حلم یعنی بردباری و دیگری انات یعنی با تمکینی سراسیمگی نکردن، سراسیمه نشدن در امورها، در امرهای زندگی چی کاری که نباشد انسان باید سراسیمه نشود، تیز به غضب نباید. با خود قرآن عظیم شان رو دیدیم که دستور عمل مسلمانان می‌فرماید که استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. هر عملی که برای شما، هر خبری که برای شما آورده رسانده می شود شما شتابکاری نکنید، سراسیمگی نکنید، تحقیق کنید، بسنجید، بعد از آن خلاصه خود رو بگیرید. در مسئله احترام پدر و مادر باشد البته در کتاب‌های اخلاقی زیاد در این باره ذکر شده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکند چون که در حدیث‌های زیاد آمده است و قدر و مرتبت و منزلت والدین در دین مبین اسلام در شریعت ما نهایت مرتبه بزرگی دارند. حتی در عرف مردم ما هم چون میگن که قبلگاه میگن، یعنی بسیار سزاواری یعنی احترام هستند. و هر یک انسانی که در دنیا هر عملی که نسبت پدر یا مادر خود انجام میدهد ناگفته نماند که
باز در آینده به این چیز روبرو می شود. همچنانی که در مثنوی آمده است که این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اگر انسان عادتا در دهات یا در کوهستان زندگی کند، وقتی که به یک کوهستان می رود و یک صدا می کند، از او درها یک صدای دیگر برای او سوی او برمیگردند. یعنی هر عملی که فرزند نسبت والدین خود انجام می دهد، دیر نیست که روز این را از فرزندان خود در آینده منتظر می شود. برای همین ما کوشش کنیم، یعنی پدر و مادر چیزهای ناتکرارند. همه چیز در دنیا عوض پذیر است اما تبدیل شونده است. اما پدر و مادر این موجوداتی هستند که سبب برکت و سبب رزق روزی، زیاد شدن رزق روزی و زندگی با سعادت ما میگردند با سبب یک کف دعای آنها. در کتاب اخلاق آمده است که اگر نفری که در خانه بالا یک چوکی یا اینکه استل نشسته باشد و از در خانه والدین او اگر داخل شوند و در دست خود یک سیب داشته باشد و وقتی والدین او داخل می شود، برای احترام والدین میگویند علمای اخلاق که سیب را میگوید و مادر بدهد و پدر را در چوکی بشیند و خود همراه مادر بالای آن زمین بنشیند. چون که مادر از جهت خدمت احترام زیاد دارد، اما در عزت پدر بالاتر است. چون که ما میبینیم که تمام مشکلات زندگی، سرپرستی خانه از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن، همه اینها بر ذمه پدر است. یعنی فرزند باید این را قدردانی کند و نسبت فرزند پدر خود، والدین خود ناسپاسی نکند. این دستورات را برای ما خداوند منان در قرآن عظیم شان تاکید میکند که در سوره اسراء چنانچه آمده است که استعیذ بالله و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. یعنی خداوند منان در این سوره مبارکه در این آیت می‌فرماید که با پدر و مادر نیکویی بکنید. یکی از این کارهای عملهای نیکی که با پدر و مادر انجام داده می شود خدمت کردن پدر و مادر و دروغ نگفتن، چخیلی که در حدیث‌های پیشتر خواندیم. و پدر و مادر دروغ نگفتن، فریب ندادن پدر و مادر و به خدمت‌های آنها دائم انسان باید کمر ببندد و از خدمت آنها بیرون نشود. اگر یکی از آنها یا هر دو نزد تو به کلانسالی برسند، یعنی در حالت ریش سفیدی یا موی سفیدی باشند، پس به آنها اوف مگو. عادتا انسان وقتی از کار مونده شود اوف یا اف میگوید، یعنی ناریزگی میکند. در این حالت باید که در برابر پدر و مادر این سخن گفته نشود، زیرا که وقتی و زمانی که ما خردسال بودیم پدر مادر، خصوصا مادر که نیسون نهایت مشقت‌های زیاد میکشت، خودش خانه میرفت و فرزندش را میخواباند، یعنی در حالت بیماری تماما بالای فرزند مشقت‌های زیاد میکشید اما اوف نمیگفت. این چنین ما هم در برابر پدر و مادر خود باید اوف نگیم و بر آنها بانگ مزن، یعنی داد و فریاد صدا بلند نکن و تیز برای آنها نگاه باید نکنی و با آنها همیشه سخن نیکو بگویی و از جهت مهربانی بازوی فروتنی را برایشان پست بکن. همچنانی که ما بینیم پرنده ها نسبت چوجه های خود چقدر مهربانی میکنن، بازوهای خود را پست میکنن و آنها را زیر بغل خود میگیرن، زیر قنات خود میگیرن و مانند همین فرزندهای هم باید نسبت پدر و مادران خود به احترام باشند. ای پروردگار من، بر آنها ببخشای چنانچه مرا در خردسالی پرورش کردند. چخیلی که در خردسالی ما و شما را پرورش کردند و به سن کلانی میرسند، ما هم نسبت آنها باید که به احترام باشیم و احترام آنها را به جا بیاریم. سلام علیکم. علیکم السلام. استاد نوازه خوبین؟ خدا را شکر. شما نوازه چیزی نه؟ اول خوب.
بخش مستقیم باشم. بیمالو بخش مستقیم مرکز اسلامی است. سوال داشتم استاد. بیمالو گپ زنیم ما گوش میکنم سوال شما. اخلاق والدین با پدر و فرزنداش تاثیر میرسونده باشه. سلامت باشی، سلامت باشم. خب زنده باشید استاد. خب این دوستی ما سوال میکند که آیا اخلاق پدر و مادر والدین در تربیه فرزند در به وای رساندن فرزند یگان تأثیری دارد یا نه؟ البته در شرایط فعلی که علم هم پیش رفته است جای پوشیده نیست. همگان میدونن که حتی بسیاری بیماری های هست که ایرسی میگویند یا طریق ژنتیکی یا ژنتیکی از والدین به فرزند انتقال میکنند. در مسئله اخلاق باشد اگر علمای اخلاق در این باره بسیار تاکید میکنند، خصوصا علمای اهل عرفان که میگویند فرزند وقتی که انسان اویله بنیاد میکند اولا در مسئله اویله بنیاد کردن تاکیدات زیادی است. اول که باید با دختر ازدواج کند که صالحه باشد، یعنی با عفت باشد، چون که این دستورات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. زیرا که اگر مادر صالحه نباشد، با عفت نباشد، از اون فرزند خوب به دنیا آوردن امر محال است. و پدر و مادر باید کوشش کنند که در وقتی که هم خانه میشوند، اویله بنیاد میکنند، نسبت به دنیا آوردن فرزند پرهیزگار باشند تا اینکه نطفه آنها از یگان وجه نامشروع، یعنی با یگان لقمه نامشروع به دنیا نبیاید، چون که خود پاکی خلق هم از اعظمی فرایض است. در این باره یک کتاب اخلاق در باب تربیت اولاد خوانده بودم که یک نفری که بسیار عالمی با شهرت، عالمی با احترامی جایی که زندگی میکرد بود و فرزندی داشت میگوید و فرزند او یک مشک نفری را سوراخ کرد. وقتی که این سخن به گوش آن عالم رسید، مردم احتیاط کردند، این را برملا نکردند تا اینکه اون عالم نرنجد، خفه نشود، چون که احترام خاصه داشت. خلاصه به هر تقدیر آن رفتار فرزندشون به گوش او کس رسید که فرزندشون مشک نفری را سوراخ کرده است و او همسر خود را خواند، فریاد کرد و گفت از زمانی که این طفل در بطن شما قرار داشت، یعنی نطفه‌ای که در رحم شما قرار داشت، من پورا باوری دارم از خودم که یگان عمل نامشروع، یگان کاری غیر شرعی از من سر نزده است. چی شده است که امروز فرزند ما دست به این کاری غیر اخلاقی زده است؟ مادرش هم که بسیار زنی با عفت و زنی صالحه بود، چندی تفکر کرد و اندیشه کرد، بعدتر به یادش آمد. گفت که درست وقتی که من در ایام حامله‌داری برای من میگوید در اولی روزهای حامله‌داری خودم بعضی عادتا هست که مادران به یک چیزی خواهشات پیدا میکنند، همون وقت میگوید برای من یعنی ترشی بسیار غالب آمد و دیدم میگوید اما انار همسایه طرف خانه ما آویزان بود و من انار رو نکندم، اما از ترشی اون میگوید استفاده کردم. لبای لبای السلام علیکم. علیکم السلام. به مرا گپ زنی گوش میکنم. در کتاب مقدس قرآن از احسان و نیکی و پدر و مادر چی سخنهای گفته شده است؟ سلامت باشین. خب همین جواب میدم. خلاص از این سوال جواب بدین، نوبت سوال شما میشه. خب سلامت. مادر که بسیار زنی صالحه بود، میگه کنی تفکر که اندیشه کرد و گفت که واقعا در وقتهای اولی حامله داری برای من ترشی غالب اومد، غلبه کرد و من میگه دیدم اما انار همسایه طرف نوده همون طرف خانه ما ویزون بود، من انار رو نکندم اما یک گز از همون گرفتم و دیدم متاسفانه انارم ترش نبود، شیرین بود، رو رها کردم. میگه من همین قدر معصیت کردم، دیگر یگان معصیتی از من سر نزده است و در خاطر هم ندارم. علمای اخلاق میگه که ببین که همین عملی که مادر انجام داده بود
در فرزند تاثیر کرد و وقتی که فرزند او به دنیا آمد و به یک سن رسید مشک نفری رو سراخ کرد. اشاره به سوی این است که پدر و مادران والدین در وقتی که اویله بنیاد میکنن برای آوردن فرزندشون هم جنبه مادری و هم جنبه پدری باید که به احتیاط باشن تا اینکه یگان بچه نامشروع استفاده نکنن، تا اینکه یگان فرزندی بد اخلاقی از اونها به دنیا نیاید. البته تربیت والدین برای به کمال رساندن فرزند و یک فرزند سالم و صالح این بسیار مؤثر است. یعنی از خانواده همه این سرچشمه میگیرد، چون که هرچند به نظر ما کودک یعنی خردسال از جنبه عقلی ضعیف میتابد، اما مغز سر او قابل قبول همه چیز رو دارد، همه چیز رو مشاهده میکنه و پدر و مادر در این باید به احتیاط باشن، او رو خردسال حساب نکنن، چون که هر چیزی رو که میبیند در مغز سر خود عکس میکنه و وقتی که به سن بلاغت به سن بلوغ میرسد آنها رو در زندگی خود فعال میکنه. برای همین دستورات شرعی است که پیامبر ما تاکید کردن که در سن 10 سالگی جامعه خواب دختر بچه از جامعه خواب پسر بچه باید که علاهیده باشد، هرچند که همشیره اوی هم باشد اگر باید تا یک جامعه خواب نباشد، خانه خوابی دختر بچه علاهیده باشد، خانه خوابی پسر بچه علاهیده باشد و همه وقت والدین مسئولیت دارند که یعنی فرزندان خود را تاکید کنند و مسلمان و مسلمان زاد بودن آنها و عملهایی که نامشروع و نامطلوب است باعث به آبرویی و رسوایی خانواده میگردد باید تاکید کرده بیستند. و سوال دیگری که دادم پیشتر ما در این باره از سوره اسراء گفته بودیم و این چنین با وجود اینکه پدر و مادر عزت دارد، شرف دارد، از نگاه شرعی احترام دارد، اما وقتی که اگر رفت و پدر یا مادر فرزند رو لبه. سلام علیکم. و علیکم السلام. استاد یک سوال داشتیم. بیم الان گپ زنیم گوش میکنیم. احترامی پدر و مادر چی پیامدهایی دارد؟ سلامت باشین. خب سلامت باشین. یعنی الله سبحانه و تعالی فرزندان را تاکید کرده است که بعد اطاعت خدا و پیغمبر این اطاعت پدر و مادر است، هرچند که پدر و مادر ارزش و فضیلت و قدر و منزلت زیاد دارند. اگر میگوید الله سبحانه و تعالی وقتی پدر و مادر فرزند رو به یک کاری شرک یعنی کاری غیر شرعی اگر امر کنند، در این صورت باید پدر و مادر را اطاعت نکنند. با وجود اون که از نگاه شرعی اگر پدر و مادر وقتی که احترام پدر و مادر می شود، پدر و مادر هرچند حتی مسلمان هم نباشند اگر یعنی قدر و منزلت آنها در نزد فرزند باقی است. باید فرزند وظیفه دار است که با وجود آن که او غیر مسلمان هم باشد احترام آنها را به جا بیارد، خدمت آنها را کند. اما وقتی که به یک کاری شرک یک کاری غیر شرعی آنها را اگر امر کند یا جبر کند، در این صورت باید که آنها را اطاعت نکند، همچنین که الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در سوره عنکبوت می‌فرماید که استعیذ بالله و وصینا الانسان بوالديه حسنا و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما الا مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. یعنی توصیه کردیم انسان را که احسان بکن با مادر و پدر، اگر مجبور شدن تو را به اینکه شریک سازی با خداوند چیزی را که نداره علم بر آن، پس اطاعت آنها را مکن. بازگشتی همه به سوی من است، پس اطلاع دیم شما را به چیزی که میکردید. یعنی خداوند جل جلاله حقوق والدین را بر فرزند لازم گردانیده است، علاوه از اینکه باید شرک پرستی اطاعت آنها را لازم و برقرار باید که انجام ندهد. این چنین کسی با وجود خدمت و اطاعت والدین در حق آنها دعا میکند خداوند منان دولت و خوشبختی جاویدان را نصیب آن فرزند میگرداند. ما ببینیم اگر حکایت در حکایت دیگری آمده است که حضرت موسی علیه السلام از خداوند منان طلب میکند که رفیق من در جنت کی است. الله سبحانه
تعالی به او خبر میدهد که رفیق تو در جنت قصابی است، یعنی اون قصاب رو معین میکنه و حضرت موسی علیه السلام پرسان میشود، سراغ اون قصاب میرود. وقتی که به خود اون یعنی دکان اون قصاب میرسد و در اونجا مینشیند تا وقتی دیگر و وقتی که اون وقتی کاری بود میشود، اون قصاب یک پارچه گوشت رو میگیرد و به خانه خود روان میشود و حضرت موسی علیه السلام از او پرسان میشود که شما یک مهمانی با خود گرفته میتوانید یا مهمان را این شب در خانه خود جا کرده میتوانید؟ اون قصاب هم راضی میشود و حضرت موسی علیه السلام را البته نمیشناخت. وقتی که خانه حضرت خانه قصاب میان و یک از اون گوشتی آوردهش، اون قصاب یک شوربای بسیار بالذت آماده میکنه، میپزد و یک پیرزنی رو که در سبد بود در یک کجاوه او رو میورد و توسط قاشق او رو میخوراند و لباسش رو تمیز میکند و برده میماند و اون پیرزن با لبهای خود با آوازی پست چیزی زمزمه میکند. حضرت موسی علیه السلام از این قصاب میپرسد که این پیرزن کیست؟ میگوید که مادری من است. میگوید چی میگوید؟ میگوید که یعنی دعا کرده ایستاده است که یعنی پسری من همراهی پیامبر موسی علیه السلام در جنت رفیق او باشد. حضرت موسی علیه السلام بعد از خدمت این قصاب را نسبت مادرش دیدن، وقتی که این سخنان را از او میشنود میگوید که لک البشارت انا موسی و انت جلیسی فی الجنه، یعنی برای تو بشارت بود، مبارکباد بود که تو یعنی من موسی هستم و تو شریک یا رفیق من هستی در جنت. یعنی به احترامی نسبت پدر یا مادر، البته خود معلوم است که هر نفری در دنیا هر کس مشاهده میکنه، میبیند و میداند که هر نفری که در دنیا و پدر و مادر خود به احترامی میکند، به عزتی میکند، البته با یک مصیبت های سخت گرفتار میشود و از زندگی خود برکت نمی‌یابد. و این چنین در حدیث ها هم آمده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردند که سه نفری هستند که گناه های آنها موقوف و قیامت نمیماند و در دنیا مجازات خود را میبینند. یکی از آنها همین نفری هست، فرزندی هست که نسبت والدین خود جبر و ظلم میکند، یعنی نسبت پدر یا مادر خود به احترامی انجام میدهد. در صورتی که به احترامی انجام میدهد، در این صورت او به یک عذاب شکنجه یا که از زندگی خود برکت نمی‌یابد و به گرفتاری وزبین در زندگی خود گرفتار میشد، از زندگی خود برکت نمی‌یابد. لبن السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. اگر در مورد بخشش یک سوال داشته بمالون اما فرزند پدری خود پدری که سال خورده باشه و پیر باشه انا میتونه که زیر ناف شه و تاگ بغل شه توزه کنه؟ سلامت باشه. یک جواب میدونه. خب باز اینه بس سوالی شما را جواب میکنید. خب حتی در روایت ها هم آمده است که هرچند که پیامبران معصوم هستند، یعنی از آنها یگان گناه صغیره سخت و گناه های صغیره سر نمیزند، اما لغزش یا خطا لبه. الو سلام علیکم. علیکم السلام. واجبو یک سوال دارم. بیم الو گپ زنیم و گوش کنیم شما. مسئولیت والدین برای فرزند از دیدگاه شریعت چیست؟ خب خلاص سلامت باشم. سلامت باشم. خب لبن سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خود یک سوال داشته. بیم الو گپ زنیم و گوش کنیم شما. بعد گذشتن یعنی پدر و مادر
خب همه شاعر خدایی میکنن. درسته همین استاد؟ سلامت باشن، خدا نگهدار باشن. خب در حدیثی که دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رضا الله فی رضا الوالدین و سخط الله فی سخط الوالدین، رواه بیهقی. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که رضایت خداوند جل جلاله در رضایت والدین است و نارضایی خداوند جل جلاله در نارضایی والدین است. یعنی اگر رضایت خداوند جل جلاله را میخواهید باید پدر و مادر خود را راضی سازید که این حکم الهی است که اطاعت کنید والدین را و احسان کنید با والدین. کسی که این حق را میکشد او در حقیقت اطاعت خداوند را انجام داده است و کسی که از این سرپیچی میکند عهد و پیمان را شکسته است. در روایت دیگر آمده است که حسن بصری رحمت الله علیه میگویند طواف خانه کعبه میکرد و کسی را دید که یک سبد یعنی کجاوه در شانه او بود و طواف میکرد. حسن بصری رحمت الله علیه سبد او را گفت که سبد را دور کن. آن شخص گفت ای شیخ این مادرم است، 7 مرتبه در همین سبد یک کیسه دور شام افتادم به سر آوردم و به او طواف کردم، آیا من حق او را ادا کردم؟ حسن بصری رحمت الله علیه گفتند که اگر او 70 مرتبه از آن کنج بعید دنیا بیاری هم باز هم حق او را ادا کرده نمیتوانی که او یک مرتبه تو را در شکم داشت، زیرا که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید ان الجنه تحت اقدام امهاتکم، یعنی بیشک جنت زیر پایهای مادران است. و در حدیث دیگر آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که من احب ان یمد الله فی عمره و یزید فی رزقه فلیبر والدیه ولیصل رحمه، رواه بیهقی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید که کسی که میخواهد که عمرش دراز شود و در رزقش برکت باشد یعنی فراوانی باشد میباید که حسن سلوک یعنی رفتار نیک به والدین و صله رحم با او داشته باشد. و در جای دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمودند قالت اتى رجل رسول الله صلی الله علیه و سلم و معه شیخ فقال من هذا معك قال ابي قال لا تمشين امامه ولا تقعد قبله ولا تستقبل له. یعنی از حضرت عایشه صدیقه رضی الله میفرماید کسی که در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حاضر شد که یک آدم موی سفید بود با او همراه بود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود این چه کسی است همراه تو؟ گفت این پدرم هست. آن حضرت فرمود پدرت را احترام کن، در راه از او پیش مرو و در مجلس پیش از او ننشین، او را با نام او صدا مکن و به سبب کسی او را دشنام مزن. و یعنی اشاره به این است که وقتی که پدر کسی را دشنام گویی او پدر تو را دشنام میگوید، یعنی تو از دشنام دادن پدر یک نفر دیگر باید که خودداری کنی، یعنی تا اینکه پدر تو را هم دشنام ندهند. این پیغمبر علیه السلام تاکید کردند. و در روایت دیگر آمده است که حضرت ابو سعید رضی الله تعالی عنه میفرماید که نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودم که یک شخص از قبیله بنی سلمه آمد و گفت یا رسول الله هل بقی من بر ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما؟ قال نعم الصلاة علیهما والاستغفار لهما و انفاذ عهدهما من بعدهما و اکرام صدیقهما. روایت ابو داود است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که آیا بعد از وفات والدین وقتی که پدر و مادر در دعا کن و مغفرت بخواه، یعنی دعای آمرزش کن، وصیت ایشان را اگر جایز باشد آن را تکمیل کن که با تعلق داران آنها یعنی با دوستانی که آنها داشتن با دوستان آنها رفت آمد کن
و سیله رحم نما و با رفیقانش خاطرداری و رفاقت کن. چون که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر آمده است که این ابو طفیل رضی الله عنه می‌فرماید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در مقام جارانه دیدم که گوشت را تقسیم میکرد. حضرت پیغمبر ما یک زن آمد و به آن حضرت نزدیک شد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم برایش برخاست و چادر خود را هموار کرد. پرسیدم که این چه کسی است؟ گفتند که مادر رضایی رسول الله صلی الله علیه و سلم از روایت ابو داود است. خلاصه اینکه اگر والدین با طعام محتاج باشند آنها را باید طعامش را مهیا کنی و اگر به لباس ضرورت داشته باشند لباس آنها را باید آماده بسازی و اگر به خدمت ضرورت داشته باشند خدمت آنها را بکنی و اگر صدا کنند اجابت آنها را اجرا بکنی. حتی اگر در داخل نمازهای نافله هم انسان باشد، اگر وقتی که والدین را صدا میکنند باید نماز نافله را ترک کند و پدر و مادر خود را لبیک بگوید و پشت خدمت آنها رود و از ثواب و از دعای از کف دعای آنها محروم نماند. چون که چیزی را که به خود پسند می‌داری به والدین هم پسند می‌داری و چیزی را که به خود پسند نداری به والدین خود هم پسند مدار و در حق ایشان استغفار و دعای نیک کنید مانندی که به خود میکنید. چنین ولد فرزند با ادب را خداوند جل جلاله در روز قیامت مغفرت میکند. یعنی مانندی که والدین بر اولاد حق دارند این چنین اولاد هم بر والدین حق دارند. مسئولیت پدر و مادر همین است که وقتی که فرزند به دنیا میاد اولین باید که در گوش او اذان گفته شود به خاطر اینکه تا اینکه آغاز زندگی و ابتدای زندگی او با کلمه شهادت یعنی با توحید با یکه و یگانه دانستن خداوند و رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم است و تعلیمات دیگری که شریعت برای او فرزند خود را باید که نماز خوانی را بیاموزاند و این چنین تعلیمات قرآنی او را که تا اینکه فرزند او قرآن خوان باشد یعنی خداشناس باشد و از گفته‌های شریعت و دستورات پیامبر صلی الله علیه و سلم دور نماند. وقتی که فرزند دارای اخلاق‌های دینی باشد یعنی شناخت خداوند داشته باشد و در دوره شریعت رعایت کند پدر و مادر او در راحت است و محیطی که زندگی میکنند محیط او در راحت است میدونند که از این فرزند خیانت یا اینکه دزدی یا که یگان عمل نامشروع یگان عملهایی که به جامعه مضر یا که ضررناک است او دست نمیزند. این مسئولیت پدر و مادر است که همیشه فرزند خود را تعلیم و تربیت کنند چون که تعلیم و تربیت کردن و دادن هم این از پدر و مادر وابستگی دارد. اگر آنها نسبت به فرزند بی‌اعتنا باشند بی‌پروایی کنند و اصای ادب را از بالای فرزندان خود دور کنند خواه ناخواه فرزند به یک کاری نامشروع یا نامطلوب دست زدنش از این کار بیرون نیست. خب مسئولیت پدر و مادر را گفتیم. خب یعنی درباره که خیلی پیشتر گفتیم در پیغمبر صلی الله علیه و سلم در گوش نبیرهاشون یعنی صلی الله علیه و سلم خواهد فعل فی تولد حسن و الحسین فی یوم الاولی و سماهما چون که پیامبر خدا این چنین کرده است در وقت تولد حسنین یعنی حسن و حسین رضی الله تعالی عنه در روز اول نام نهادند و اذان کردند یعنی اذان گفتن هم در گوش این امر استحبابی است تا اینکه در آغاز زندگیشون از ابتدا در این باره باشد. خب در یک حکایت دیگر آمده است که حضرت حارث رضی الله تعالی عنه میگن مریض بود و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاطر بیمار پرستی یعنی بیمار بینی آنها که اینم که از وظیفه های فردی مسلمان است یعنی واجب است که هر یک فرد باید که به بیمار پرسی برود و کلمه شهادت رو میگوید برایش تلقین کرد ولی که او این را انکار کرد. اون حضرت صلی الله علیه و سلم علت نگفتن را پرسید عرض کرد که در روی من کوه آتشی است وقتی که میگوید اراده گفتن کلمه را کردم من را تکلیف میدهد مشقت میارد. اون حضرت فرمود که چی جرم کرده ای چی گناه کرده ای چی سبب شد که با چنین
گرفتار شده ای؟ گفت با مادرم سخن نمیزدم، یعنی با مادر خود قهری بود است به قول مردم ما. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مادرش را خواست و برایش فرمود که او را عفو کند، لیکن مادرش انکار کرد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود اگر او را عفو نمیکنی از خداوند جل جلاله سوال میکنم که زبان او را گویا کند. در این اثنا بود میگوید که حضرت جبرائیل علیه السلام نازل شد و فرمود که خداوند سلام میگوید و بعدا میفرماید که با او نظر مکن، زیرا تو نزد من خیلی عزیز هستی. فوعزتی و جلالی ایننی لا ارض عنه حتی ترض عنه والدته. یعنی سوگند به عزت و بزرگیم تا زمانی از او راضی نشوم تا که مادرش از او راضی نشده باشد. پس رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مادرش سفارش او کرد تا که مادرش راضی از پسر خود راضی شود از پسر خود. فقال حارث اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، یعنی کلمه شهادت را خواند. و در جای دیگر ارشاد است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا يدخل جنت منان ولا آق ولا مدمن، خبر رواه نسائی. یعنی از جمله مردمانی نباشد که اول به جنت داخل میشد. یعنی اشاره به سوی این است که هر یک فردی که در قید حیات باشد و در زندگی خود باشد باید که وظیفه دار است که با پدر و مادر خود خوبی کنه و پدر مادر خود را با احترام کنه تا اینکه از آنها یعنی خوبی ببیند و یک کف دعای آنها را بگیرد تا اینکه در زندگی خود یعنی سرسان و سرگردان نشود. چون که یکی از سببایی که انسان در زندگی از برکت از زندگی خود یعنی برکت نمی‌یابد و در زندگی سرسان و حیران میماند، این سبب آن است که خصوصا نفرانی که به والدین خود یا به پدر مادر خود به احترامی انجام میکنند یا اینکه آنها را اذیت میکنند. خصوصا اذیت کردن پدر و مادر این سبب گرفتاری فرزند میگردد که هم در دنیا و هم در آخرت از در شکست و یعنی کمبودی های زیادی گرفتار میشوند. و این موضوع البته موضوع وسیع است، فراخ است و در این باره باز دانشمندان در این باره صحبت ها میکنند و چخیل هم قبلا هم ذکر کرده بودیم. یعنی خوبی کردن، نیکویی کردن محدود نیست فقط پدر مادر. حتی در حدیث دیگر هم آمده است که نفر نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدن از قساوت قلب، از سنگدلی شکایت کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم رو توصیه دادن که یعنی سر یتیمان رو محض بکن و مسکینان رو طعام بده. یعنی یتیمان رو یتیمان خوبی کردن یعنی سر یتیمان رو سیله کردن و بینوایی و مسکین ها را طعام دادن. این قساوت قلب را، سیاهی قلب انسان را دور میکند و سبب نیکبختی و خوشبختی او میگردد. البته هر کاری که انسان پیشتر هم اشاره کرده بودیم گفته بودیم، یعنی درباره که از خود همون ابتدا بنیاد باید که انسان در وقت ازدواج کردن حتی باید که انتخاب همسر خود رو داشته باشد، چون که مادر بسیار مهم است در زندگی. حتی ما ببینیم اگر خود ناپلیون این انقلابچی فرانسوی یک سخن عجیبی دارد که میگوید که اگر بخواهی که فرهنگ و تمدن یک ملت را بدانی چقدر فرهنگ تمدن دارند، نظر بر بانوان آن ملت کن، نظر بر خانمان آن ملت کن. هرچند بانوان و خانمان آن ملت چقدر فرهنگ و تمدن داشته باشند، اون ملت صاحبی همونقدر فرهنگ و تمدن است. این یعنی سخن نیک یا عمل خیر نوبسته فرد مسلمان است یا غیر مسلمان است عمل کردن گرفتن برای خود. چون که در غزوه بدر پیامبر صلی الله علیه و سلم چند نفر فرزندان مسلمانان رو در حضور افراد که اونها مسلمان نبودند اما تعلیم گرفتن. یعنی تعلیم گرفتن، کاری خیر کردن، در کارهای خیر مشارکت کردن
با هر طرز با هر طایفه‌ای که باشد از نگاه شرعی منع یا ممنوع نیست. خب و در آخر همین را گفتنی هستیم که ما و شما نسبت فرزندان خود باید بی‌پروا نباشیم، نسبت خانواده خود بی‌پروا نباشیم، مسئولیت پدری و مادری خود را به جا بیاریم و همیشه در نمازها دعا کنیم که فرزندان ما به راه راست، به راه صراط مستقیم هدایت بیابند تا اینکه از آنها هم به خود، هم به جامعه خود، هم به محیطی که آنها زندگی میکنند نفع فراوان برسد. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.